سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من و رضا اومدیم دوباره با یه برنامه جدید خدمت شما. سلام، خیلی خوشحالم که میبینمتون تو این برنامه و در واقع در این برنامه قراره که ما یکی از مهمترین مسائلی که کشور ما خیلی باهاش آمیخته شده رو بررسی کنیم. جمونگ، مسئله‌ای که الان خیلی مطرحه و فیلمش از فکر می‌کنم دهه 80 شروع شد به پخش شدن که باعث شد کشور ما اصلا یه رنگ و بوی دیگه بگیره. البته قبلش هم بود، فکر می‌کنم جواهر در قصر هم اینطوری بود. امپراتور دریا واقعا فوق‌العاده بود فیلم. اصلا فیلم‌های کره‌ای یه مدت واقعا نفوذ خیلی بدی کردن. الان اصلا نفوذشون بیشتر شده. نفوذ الان فکر می‌کنم با BTS زیاد شده. BTS هم خیلی زیاد شده. می‌خوایم تو این برنامه ببینیم که BTS، جمونگ و امپراتور دریا که محوریت اصلیش جمونگه چرا انقدر محبوب شد. چیزی که وجود داره در رابطه با جمونگ دانیال، من فکر میکنم که از دهه 80 که این اتفاق افتاد رسانه ملی ما خیلی روی این موضوع تمرکز کرد. یعنی دوبله هایی که روش به کار برده بودن از صدای خود شخصیت اصلی بهتر بود. اصلا خودشون میشینن میگفتن واقعا فوق العاده است. دوبله قشنگ نشست روی فیلم. آره قشنگ نشسته بود روی فیلم. بعد به نظر تو چرا این اتفاق افتاد؟ روی کاراکترها قشنگ نشست. بعد حالا یه چیز جالب بهت بگم، من الان از دهه 80 تا الان پخش داره میشه دیگه. من بار 20 دارم پخش میکنن. هنوز که هنوزه برای من جذابیت داره. خیلی جالبه این. من با مامانم الان دعوا داریم. ساعت 7 نشون میده، اون میخواد یه سریال ترکیه ببینه، من میخوام اینو ببینم. بعد میگه که با تو اینا الان 20 سال داری میبینی، بس دیگه. میگم بابا اصلا هر قسمتش هنوز برام جذابه. اصلا این درگیری تو خانواده وجود داره. خیلی هنوز باحاله برای من. آره پدرم هنوز میشینه میبینه اینا رو. و چیزی که باز وجود داره اینه که این جمونگ خیلی آمیخته شد با فرهنگ ما. من فکر میکنم به خاطر اینکه نزدیکی فرهنگ ما و کره باعث شد یه همچین اتفاق بیفته. بنظر درسته؟ هم میتونه این باشه و هم این که یه سری اصلا بخوایم خیلی احساسی الان بریم جلو، ما جمونگ رو میبینیم به خاطر اینکه کاوه نداریم. ما جمونگ رو دیدیم به خاطر اینکه رستم رو نساختن. ما جمونگ رو دیدیم به خاطر اینکه آریو برزن رو نساختن. دقیقاً. خب اگر اونا رو الان من چجوری به نسل زدی بفهمونم که آریو برزن کی بوده؟ سورنا کی بوده؟ این دقیقاً نکاتیه که وجود داره. ما اگه مثلا رستم رو میساختیم، میان آریو برزن رو میساختیم، نمیدونم در رابطه با هخامنشیان ویدیو میساختیم، فکر نمی‌کنم انقدر میرفتیم به سمت فرهنگ کره. اصلا رضا نگاه کن، خارجی‌ها میسازن، بعد ما تازه رأی گردنمون کلوف بشه که آقا دارین اینجا رو اشتباه میسازین. فیلم 300 دقیقاً، پرنسس آف پرشیا، حسن صبار رو انقدر بد نشون دادن، بعد ما اومدیم گفتیم که برای چی حسن صبار این؟ خب به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه توی کارگردان، توی مسئول درگیر ساخت مختار بودی، درگیر ساخت محمد رسول الله بودی، درگیر ساخت یوسف پیامبر بودی، درگیر ساخت اصحاب کهف بودی. کی اومدین تاریخ خودمون رو نشون بدیم؟ آره این چیزیه که وجود داره و حالا تاریخ خودمون واقعا خیلی فکر کنم مردم خیلی راحت‌تر ارتباط برقرار میکنن. ما اصلا خیلی تاریخمون غنیه. کسی نیست که بسازه. آره میگن هزینه بره. یوسف پیامبر شما برو ببین چه هزینه‌ای داشت. مختار که این همه سال داره پخش میشه و واقعا هم حالا سریال قشنگی بود. چرا نیومدن مثلا رستم رو بسازن؟ دقیقاً. حالا این چیزایی که داره دانیال میگه منظورش اینه که این خب سریال‌ها خب قشنگه، حالا جای ساخت هم داره، ولی ما باید به این تاریخ خودمون هم می‌پرداختیم که رستم و اینا رو در موردشون می‌ساختیم که شاید انقدر به سمت جمونگ مردم نمیرفتن، چون میگفتن خیلی طرفدارش تو ایران خیلی بیشترن. و چیزی که حالا علاوه بر اجتماعی وجود داره، فکر میکنم یه همزاد پنداری مردم با جمونگ میکنن که آره از صفر اومد رفتش ساخت یه حکومتی رو ساخت و شروع کرد به جنگیدن. و این اصلا خودش یه اثریه دانیال. حالا تو روانشناسی بهش میگن پاراسوشیال، یعنی مردم اون روابط واقعی که ما نداریم و میریم توی رسانه ها دنبالش میگردیم و ارتباط میگیریم با اون فردی که داخل تلویزیونه یا مثلا داخل یوتیوب میبینیمش و به عنوان الگو اونو قرار میدیم، که یه اثر خیلی زیادی روی کشورها داره
که اگه با این موضوع مقابله نکنن میتونه اثر خوب داشته باشه، میتونه اثر بد داشته باشه. این الان برای ما فکر می‌کنم خطرش خیلی بیشتر شده. چرا؟ نسبت به خاطر اینکه جمون یک شخصیت رنج دیده بود، یعنی از صفر شروع کرد. بعد خب کشور من به قول شما میاد همزاد پنداری میکنه دیگه. آدم میگه خب منم توی رنجم توی ایران، حالا هر کسی. چرا مثلا توی کشوری مثل ژاپن یا مثلا آمریکا اینقدر جنون دیده نمیشه، توی کشورهای جهان سوم دیده میشه؟ به خاطر اینکه میان همزاد پنداری میکنن دیگه. اون نماد یک رنج و دردیه که مردم دارن میکشن و آره میبینن جمونگو و میگن که خب این چقدر، ولی چقدر منه. آره به صورت ذهنی این اتفاق میفته، یعنی حالا مردم به صورت منطقی نمیتونن این کارو انجام بدن، یه خلایی رو دارن پر میکنن دیگه. دقیقاً این خلایی که وجود داره باعث میشه این اتفاق بیفته. اصلا خود الان این نسل زدی که میگن خیلی طرفدار BTS هم، من فکر میکنم دقیقاً به خاطر همینه که ما اون روابط واقعیه این اومده جایگزین اون روابط شده. یعنی من داشتم فکر میکردم که خب چرا مثلا من خودم دوچارش نشدم، چون از بچگی خب با هم بزرگ شده بودیم، یه روابط واقعی داشتیم که الگوهای واقعی داشتیم و نیازی نبود که این چه من BTS یا جمونگو اینا رو الگوی خودمون قرار بدیم. بله. درسته. البته نمیدونم، یعنی این موضوع دقیقاً همه ابعاد در بر نمیگیره، ولی از بعدی که به صورت شخصی میگم دارم بهش نگاه میکنم اینجوریه. نظرت چیه؟ واقعا همینه، چون ما نسل ما و حالا عقب‌تر از ما دنبال شخصیت‌های واقعی بودیم، دنبال قهرمان‌های واقعی بودیم. حتی اگه نگاه کنی تو دوره خود ما بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن به اون صورت دیده نمیشد. تا یک مقدار میرفتیم جلوتر، یه نسل بعد ما مثلا دهه 70 وسطای 70 تا 80 که لباساش هم اومده بود. دقیقاً ما لباس این مثلا نمی‌پوشیدیم. باز توی مثلا اگه توی یک جمعیت جامعه آماری 10 نفری 8 نفر دنبال شخصیت‌های واقعی بودن، 2 نفر خیلی غرق در دنیای اسپایدرمن و بتمن بودن. ولی به قول شما الان جوونای الان دنبال اون چیز غیر واقعی هستن، چون دارن غیر واقعی نشون میدن. اونا هم هدف دارن و برای خودشون نیست، برای ماه، برای جهان سومه. آره دقیقاً چیزی که هستش با هدف واقعا همه کاراشون انجام میدن. یعنی فیلمایی که میسازن، چه آهنگایی که پخش میکنن، گروهایی که میسازن. البته خب تو کشور خودشون این گروه‌ها خیلی تلاش میکنن تا به این سطح برسن، ولی همه چیزا فکر کنم بر اساس سیاست‌هاشون چیده میشه که توی جهان بخوام فرهنگ خودشون رو غالب کنن. آره غالب کنن. و اصلا داریم میبینیم که چقدر فرهنگ کره الان توی کشورهای دیگه تاثیرگذار بوده. حالا نکته‌ای که هستش همین مثلا سوسانا یا جمونگی که داشتیم می‌دیدیم، ما خبرایی که اون موقع می‌خوندیم، طرف جدا از اینکه الگو برداری کرده بود، یه ارتباط خیلی احساسی نزدیکی هم با سوسانو داشت. آره رفته و گوسفنداشو میگفت فروخته بود. حالا این صحت این خبرها رو که نه واقعی بود. آره. درسته. ولی حالا میگم مثلا این اشتباه، ولی این اتفاق قطعا میفته دیگه. یعنی اطرافیان نگاه می‌کردن میگفتن وای سوسانو، وای اگه من مثلا جای جمونگ بودم. بابا یه بار جمونگ آوردن ایران، دین چه مثل کریستیانو رونالدو شد. یعنی شرکت سامسونگ آورده بود ایران واسه تبلیغات خودش، بعد اصلا یه حجم خودش فکر نمی‌کرد تو ایران انقدر معروف باشه.